سلام، امیدوارم حال همگیتون خیلی خوب باشه. بعد از مدت اومدم اینجوری باتون حرف بزنم. البته با موهای اینجوری دیروز مامو کوتاه کردم. اگه بخوام شروع کنم باید یه غور خیلی زیادی از هوای روزای پاریس بزنم که دوباره برگشتیم به حالت پاییزی. موضوعی که خیلی وقت میخوام در موردش باتون صحبت کنم داستان بیرون اومدن من از زارا و رفتن به کارگاه سفالگریه. برای خیلیاتون خیلی جالب بود که بدونید چی شد، که اصلا حالا چی شد من یه سر از کارگاه سفالگری در آوردم، چی شد که اصلا زارا رو بیخیال شدم و همه اینا. بالاخره زدم بیرون. صدای پاریس، آسمون خیلی خوشگله، ولی خب کاش آفتاب میزد تو فرق سر من، ولی اینجوری نبود. قبل کارگاه میرم یه کافه، یه با من باشید و این حرفا. خب من قهوه‌مو برداشتم اومدم بیرون. تو سر صدا خیلی زیاد بود، گفتم بیام اینجا بشینم، هم قهوه‌مو اینجا بخورم، هم امیدوارم صدام بهتون برسه. این کافه که من میام یه کافه خیلی باحاله، اسمش پارتیزانه. صندلی داره، بیرونش میشه نشست. قبل از اینکه بیام اصلا بخوام این ویدیو رو بگیرم امروز، اینجوری بودم که وای من چقدر حرف دارم برای گفتن، اصلا هیچ یادم نمیاد. اینجوری هم که خب از کجا شروع کنم، چی بگم، اصلا چرا بگم. حالا امیدوارم که این ویدیو رو در نهایت آپلود کنم. من رشتم توی ایران صنایع دستی بوده. صنایع دستی یه رشته‌ایه که شما اصولاً به همه چی دیگه به اصطلاح توکی میزنی، یعنی چه میدونم از کار چوب بگیر تا کار سفال بگیر تا کار شیشه بگیر، همه اینا رو یاد میگیری. در نهایت هم به این فکر میکنی که خب چی دوست داری به عنوان چیزی که حالا ادامه بدی و روی اون به صورت تخصصی حدود 1 سال کار میکنی. بهش میگن کارگاه تخصصی که حالا آخرین سال تحصیلتون هم هست. این به شما فرصت اینو میده که یه ذره توی این حوزه هایی که توک زدین توی یه کدومشون یه ذره تخصصی تر وارد بشین. این از ایران. وقتی که اومدم اینجا، از اونجایی که رشتم هنر بود و به نظر من وقتی میای توی کشور مثل فرانسه، بقیه کشورها رو نمیگم چون نمیدونم، اطلاعات کافی در موردشون ندارم، توی دانشگاه‌های پوبلیک یا همون دولتی خیلی از کارها رو به صورت عملی دیگه نمیتونید اینجا توی این دانشگاه انجام بدید. این میشه که شما باید برید برای اکل‌ها ثبت نام کنید. حالا تو رشته‌های مختلفی که وجود داره میخواید. یه سری دانشگاه هست مثل بوزق یا همون هنرهای زیبایی اینجا که من میدونم حالا کنکور داره، یه سری شرایط خاص داره، من راجع به اونا صحبت نمی‌کنم. شرایط برای بچه‌هایی که مثل ما با ویزای همراه میان یه ذره پیچیده‌تر، یعنی ما یه ذره گمراه تریم به نسبت. حالا مثلا اگر زبان بلد نباشیم، اگر همچین شرایطی باشه که دیگه خب بازم سخت‌تر میشه. من از اولم درس خوندن دوست نداشتم، ولی حالا یه شرایطی بود که احساس می‌کردم خب اوکی الان برای اینکه یه حرکتی بزنی یا حرکت بعدیت معلوم باشه باید یه رشته تحصیلی اینجا داشته باشی، تو فرانسه درس بخونی، مدرک بگیری تا بتونی که از طریق اون بری کار بکنی.
کاری که کردم این بود که خب رفتم زبان خوندم و بعدش توی مرحله چیکار کنم چیکار نکنم یه تصمیمی گرفتم که برم دانشگاه دولتی. این شد که از دانشگاه پاریس 8 پذیرش گرفتم برای یه دوره 1 ساله. وارد دانشگاه شدم. اولش خوب بود به خاطر اینکه خیلی دلم برای اون فضا تنگ شده بود. دوست داشتم یه بار دیگه دانشجو بودم تجربه کنم، بین بچه‌ها بودم تجربه کنم. ولی از یه شب بعد دیدم که آها نیست دیگه، این مال من نیست. بنابراین یه کاری بکن، یا همونجا بمون ادامه بده، زمان بذار، مدرکتو بگیر بیا بیرون، یه فکر دیگه به حال خودت بکن، یا اینکه همونجا پروندهشو ببند و تمومش کن بره. که من گزینه 2 رو انتخاب کردم. تصمیم گرفتم که اگر میخوام دانشگاه یا اکولی برم که دوست دارم، رشته‌ای که دوست دارم و بتونم به صورت عملی سری کارا رو یاد بگیرم، براش هزینه بکنم، که برم کار بکنم تا اون شرایطی که میخوام رو برای خودم فراهم کنم. من هیچ وقت نمیگم آدم موفقی بودم اصلاً، ولی هیچ وقت استوپی توی زندگیم نداشتم. یعنی هیچ وقت یه بازه زمانی نبوده که طولانی بشه و من هیچ کاری نکنم. من توی اون تایم که خیلی درگیر این چالش‌ها بودم، یادم میاد خیلی وقتا دوستام، خیلی وقتا خانواده‌ام، آدما که منو میشناختن، من اونا رو با هم که صحبت می‌کردیم، مثلا بهم میگفتن که خب همیشه لازم نیست آدم یه کاری بکنه، یه وقتایی هیچ کاری نکن، یه وقتایی صبر کن، یه ذره آروم باش، یه ذره ریلکس کن تا حالا راهتو پیدا کنی و اون کاری رو بکنی که دلت میخواد. ولی واقعا من هیچ وقت نتونستم اینو درک کنم، که یعنی هیچ وقت نتونستم اینو بپذیرم که یک دوره‌ای کاری انجام ندم. بنابراین هی رزومه میذاشتم برای حالا مثلا میگم فروشگاه‌هایی مثل زارا، برای کافه ها، بارا. من خیلی هم حضوری این کارو کردم، هم مثلا حالا از طریق سایت هایی مثل ایندید یا خود سایت های ایندیتکس اینا خیلی رزومه میذاشتم. از طرفی من اجازه کار کاملم داشتم، یعنی و یه جورایی دلم میخواست از این فرصت استفاده کنم. یعنی چون این فرصت رو داشتم یه ذره شرایط به لحاظ ذهنی برام پیچیده تر بود و میدونی یه وقتایی تو محدودی، خیالت یه جورایی انگار راحت تره، نه میدونی که خب این محدودیت ها رو داری، ولی وقتی که میدونی چقدر دستت بازه برای انجام یه سری کارا به لحاظ شرایط حالا اداری و اینا دارم میگم، این بیشتر اذیتت میکنه. حداقل برای من اینطوری بوده. تو یکی از این روزایی که رزومه به صورت دستی میبردن میدادن توی شعبه خودمون که شعبه پونوف هم بود، زارای پونوف بود، رزومم رو بردم و همونجا به خونه نرسیده بودم که گوشیم زنگ خورد. با رئیسم که حالا الان دیگه دوستمه صحبت کردم، بهم گفت که از فلان روز بیا. یادم نمیره که چقدر استرس داشتم، خصوصا سر زبان، یعنی یه اضطراب خیلی عجیبی داشتم. به هر حال اولین تجربه کاری اینجا هم بود. از طرفی من واقعا 2 سال درگیر دپرشن بودم، درگیر واقعا افسردگی، اینکه حالا من کجام، اصلا برای چی اومدم، اصلا حالا چی میشه. توی ایران تو برای خودت کار و زندگی داشتی، الان اومدی اینجا، حتی خودتو نمیشناسی، نمیدونی که باید چی کار بکنی یا حالا تا الان داشتی چی کار میکردی. این شد که من رفتم زارا. اولش کارم از کارهای حالا معمولی شروع شد، ولی بعد از 3 ماه از زارا اومدم بیرون، دوباره به خودم یه فرصت دادم، دوباره برای دانشگاه بگردم ببینم چی کار میتونم بکنم. سر روی پیج اینستاگرامم کار کردم، یه ذره سعی کردم کارهای دیگه بکنم، سعی کردم که از یه مسیر دیگه خودم رو پیدا کنم. با رکسانه پروژه مشترک را انداختیم به اسم رکسانیک. در واقع بیشتر زحمتش رو رکسانا میکشه، ولی این شرایط طولی نکشید. من یک بار دیگه تصمیم گرفتم کار کنم، دیدم اوکی زندگی اینجوری پیش نمیره
جوری که دوست دارم نمیتونم زندگی کنم و خب میدونید استقلال مالی خب خیلی به شما این فرصت رو میده، این امکان رو میده که خب راحت‌تر زندگی کنین، زندگی رو انتخاب بکنید که دلتون میخواد، از خرید لباس بگیر تا رستوران رفتن تا کافه رفتن و همه اینا خب خیلی دستتون رو باز میکنه. البته که ناگفته نمونه شکل ویزایی که من داشتم کار من رو برای این تصمیم گیری راحت تر کرده بود. به هر حال من ویزای همراه بود، یک سقفی بالای سرم بود، یه اطمینان نسبی داشتم، در واقع قدرت داشتم برای تصمیم گیری این که چی کار بکنم چی کار نکنم. این بهم این فرصت رو داد که بگم نه این انتخابو نمی کنم، میرم سراغ انتخاب بعدی. میدونین چی میگم؟ یعنی اگر این شرایط نبود احتمالا مسیر برای من خیلی سخت‌تر. اوکی من میرم زارا، این دفعه میمونم تا زمانی که یک پیشرفت شغلی یعنی حاصل بشه و اینو تو خودم میدیدم. همینم شد، رفتم زارا، دوباره از صفر شروع کردم، داشت کم کم اتفاقای خوب برام میافتاد دیگه. کار نقش انجام دادم اونجا، ولی خب بازم دیدم که برام کافی نیست، حالم خوب نمیکنه. هرچند اینو در نظر بگیریم که زارا به من امکان اینو داد که خب سفر کنم، امکان اینو داد که راحت‌تر زندگی کنم و خب شرایطو خیلی برای من عوض کرد. تجربه بود، تجربه خوبی بود. یه ذره باز هنوز شک داشتم، ولی حالا اون زمانی که اگر یادتون باشه من رفتم ایتالیا، مدارکم رو گم کردم، معلق بود شرایطم و این شد که توی اون تایمی که من نبودم اون ارتقای شغلی که برای من قرار بود اتفاق بیفته کمتر از 1 ماه بود فکر کنم. اون ارتقای شغلی که من 1 سال منتظرش بودم سپرده شد به یک آدم دیگه و خب برای من یه ذره ناامید کننده بود. احساس میکردم که آدم‌ها تو کار با هم رو راست نیستن. خب میگم این چیزا خیلی اتفاق میفته توی کارهای مختلف. مطمئنا الان هستن آدمایی که وقتی که دارن اینو گوش میدن بگن خب ما الان توی این شرایطیم، ولی من حس کردم که پیشرفت آنچنانی نخواهم داشت. تصمیم گرفتم که از زارا بیام بیرون و یه بیزینس برای خودم داشته باشم. این شد که شرکت خودم رو ثبت کردم که زمان زیادی هم ازم برد. خیلی فکر کردم که چی کار کنم چی کار نکنم. راستش رو بخواین روزم که هنوز احتمال میدم که یه روزی میگم برم بخوام یه درسی بخونم، یه فوق مصیونی بگذرونم، ولی این که بخوام برم دانشگاه حالا بیا یه مقطعی رو بخون و اینا نمیدونم، شاید خیلی باحال باشه ولی کار من نیست. من احساس میکنم که دوستان الان دیگه یه بیزینسی داشته باشم یا مثلا یه همچین کارایی بکنم. بعد از اینکه شرکت خودم رو ثبت کردم یه کارگاهی توی پاریس پیدا کردم و خب کارم رو اینجوری شروع کردم. من به سفال و سرامیک دستی زده بودم توی دانشگاه و بعدش، ولی خب چیزی یادم نبود، نمیدونستم که خب باید چی کار بکنم. این مسیرم برای من الان یک 3-4 ماهی میگذره، ولی برای من این مسیر هم پر از ریسک بود، پر از چالش بود، به خاطر اینکه دونستم خب کاری که باید بکنم، بیزینس که باید راه بندازم، چجوری باید بهش بازاریابی کنم، باید چی کار کنم، چجوری ازش پول در بیارم. ولی از اونجایی که همه چیز استمراره گفتم من ادامه میدم به این کار رو انجام میدم. خیلی برام زوده که بخوام از سختی‌های این راه براتون بگم، ولی فکر میکنم بهترین کار زندگیم توی این بازه زمانی، بهترین تصمیم زندگیم این بود که از زارا اومدم بیرون و آره اینکه بعد از گذر 6-7 سال اینجا در مورد خودم و کارهایی که دارم میکنم چه حسی دارم بگم من واقعا نمیدونم که این چند سال بدون اینکه چیزی ساخته باشم چجوری زندگی کردم. خوشحالم، فعلا درآمدی ندارم. همین الان هم که با شما حرف میزنم بارها شده ناامید بشم ولی بعد امیدوار بشم. به صداهای مغزم دارم سعی میکنم که گوش ندم، به یک سری نویزها در واقع هم سعی میکنم خیلی چیزا رو ایگنور کنم تو خودم.
فعلا شغل دیگه ندارم، فعلا فقط میرم کارگاه کار میسازم، به بازاریابیش فکر میکنم، به صفحه اینستاگرام کارم فکر میکنم و ادامه میدم. من و رکسانا یه وقتی در مورد پادکست هایی که حالا گوش میدیم با هم دیگه صحبت میکنیم و پادکستی که الان هم من دارم گوش میدم هم رکسانا اسمش رختکن بازنده هاست که اتفاقا خیلیاتون شنیدید. دیروز که با رکسانا حرف زدم یه حرف خیلی جالبی زد، یه ذره در مورد زندگی و موفقیت ها و چه میدونم شکست های کوچیک و بزرگی که آدم باش مواجه میشن حرف زدیم. به رکسانا گفتم که اگه حساب بکنی منم یه جورایی بازنده محسوب میشم. حالا تو عالم دوستانه گفتم که با وجود استعدادایی که داشتم، با وجود توانایی‌هایی که داشتم، هیچ وقت موفقیتی که دلم میخواست آیدم نشد. ولی الان میفهمم که اینا همش زندگیه. اینا رو نمیگم که دل خودم رو گرم کنم، چیزایی که حالا تو زندگی یاد گرفتم. یه حرفی دیروز رکسانا بهم زد، خیلی دلم رو گرم کرد. گفت پیش یکی نشسته بودم داشتم حرف میزدم و میگفتم که مریم جز آدماییه که هی میفته، هی تو مسیر شکست میخوره، هی با شدن و نشدن ها درگیره ولی هیچ وقت دست از تلاش بر نمیداره. این خیلی شنیدنش خوشایند بود به خاطر اینکه نگاه هم به خودم اینجوری نیست. خیلی دوچاره خودم رو سرزنش کردنم. فکر میکنم زندگی اکثر آدم ها اینجوریه.